خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم همه شما دور صحتمند باشین. بازم در خدمت شما عزیزان هستیم با یک کلیپ دیگه. امروز میخوایم DJI Mini 4 Pro را انپک کنیم و انشاءالله که ببینیم داخل دی چی هست. و یک موضوع خدمت شما عرض کنم که این پکیجی که ما گرفتیم DJI Mini 4 Pro کامبو ورژن است، فلای کامبو ورژن که در او یک مقدار تعداد باتری زیادتر است، چون خود DJI معمولا یک بطری می باشد داخلشان و فلای کامبو 3 باتری است که یک مقدار شما فرصت پذیر میده که بیشتر پرواز کنید. اوکی، میریم با هم باز میکنیم این پکیج رو ببینیم که داخل DJI Mini 4 Pro فلای کامبو ورژن چی محتویات می باشه. خب داخل این میبینیم که یک پکیج خودش داخلش یک کیفیت خرد مانده که تمام محتویاتش داخل این میباشن. میریم باز میکنیم با هم که ببینیم داخل چی هست. پلاستیک درون هم با میکنیم با هم که ببینیم درون به چه شکل است. میبینیم که بسیار مقبول فیت شده. خب اولی کلاه که شیشه ای رو باید کنار بزنیم، از این قسمت با همی را باید کنار بزنیم که به خاطر بسیار حساس است. این قسمت میبینیم که باز میشه و چون اولین بار هست این استیکرهایش هم باید ما دوباره کنار بزنیم. و همچنین یک لابر میبینیم که در روی پرهایش بسته میشه، این برای محافظت است. وقتی میخوایم پرواز کنیم امروز این رو باید کنار بمانیم به این شکل. و همونطور که گفتم یک بسیار یک اسپنج خرد در این قسمت میبینیم داره. این رو باید وقتی که اولین بار باشه این رو باید کنار بزنیم که بتونیم از این استفاده کنیم. حالا درون آماده است تقریبا، فقط ما میتونیم که باز کنیم پرهایش رو برای پرواز ایران آماده بسازیم. یک چیز دیگه باید متوجه باشین که این مثل DJI Mini 2 یا Mini 3 به این شکل هورزنتال باز نمیشه و فقط برعکس این طرف پایین باید ایران دور بدیم که بالا باز میشه و این پایش رو به همین شکل طرف پایین دور میدیم و بالا. و این دو تای دیگه هم تقریبا مثل DJI توی است که به این شکل میبینیم باز میشه. و حالا میبینیم که درون ما آماده است برای پرواز.